چرا محاسبه نفس ضروری و لازم است؟ أيها الإخوة في الله إن واجب عظيم علينا أيها الإخوة. ای برادران ایمانی، وظیفه بزرگی بر دوش ماست. كل بقدر طاقته وبقدر علمه أن يتقي الله في نفسه ويحاسبها. هر کس به اندازه توان و علمش باید تقوای الله پیشه کند و خود را محاسبه نماید. وينظر ماذا قدم للآخرة. نگاه کند که چه چیزی برای آخرت خود پیش فرستاده است. ماذا عمل لإخوانه المسلمين. و چه کاری برای برادران مسلمان خود انجام داده است. هل نصح لله ولعباده. آیا بنده مخلصی برای الله و دلسوز بندگانش می باشد؟ هل جهد فی الله. هل دعا الی الله. آیا در راه الله جهاد می کند و مردم را به سوی الله دعوت می دهد؟ هل امر بالمعروف. هل نهى عن منکر. آیا امر به معروف و نهی از منکر می کند؟ هل جهد نفسه لله. آیا با نفس خود مبارزه می کند؟ هل صدق قوله عمله وعمله قوله ام كانت الامور على خلاف ذلك. آیا حرف و عملش یکی است یا خلاف همدیگر است؟ فليحاسب نفسه. پس باید نفس خود را محاسبه کرد. والله يقول سبحانه خداوند می‌فرماید: یا ایها الذین اتقوا الله. ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای الله پیشه کنید. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. و هر کس باید نگاه کند که چه چیز برای فردای قیامت خود پیش فرستاده است. واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. و تقوای الله پیشه کنید، همانا خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است. والمحاسبه لا شأن. حساب و کتاب ضروری است. التجار يحاسبون عمالهم وكتابهم وينظرون في حساباتهم كثيرا يخشون ان يخسروا. تاجران حساب و کتاب دفاتر و کارگران خود را با دقت انجام می‌دهند تا ضرر نکنند. فالحساب للنفس لئلا تخسرها وتذهب عليك لئلا تهلك اعظم واكبر. اما محاسبه نفس مهمتر و ضروری تر است، زیرا غفلت از آن باعث هلاکت است. فانظر يا عبد الله الواجب النظر ماذا قدمت للآخرة. پس ای بنده الله خوب دقت کن و ببین که چه پیش می‌فرستی. ماذا عملت فيما خلقت له. چقدر برای آخرت خود و هدفی که الله تو را برای آن فرستاده تلاش می‌کنی. فإن كنت عملت أعمالا طيبة فاحمد الله. اگر اعمال نیک انجام می‌دهی خدا را شکر کن. واسأل ربك الثبات واستقم حتى تلقى ربك حتى تموت. و از الله بخواه که در این مسیر ثابت قدم و پایدار باشی تا زمانی که مرگ به سراغت آید و الله را ملاقات کنی. وإن كنت فرطت ووضعت وقصرت فبادر بالتوبة بادر بالإصلاح. اما اگر کوتاهی کردی سریع توبه کن و اعمال نیک انجام بده. والله يتوب على التائبين. زیرا خداوند توبه کنندگان را میپذیرد.